ها ما مگه برادر نیستیم؟ من نوکرتم هستم. پس چرا امضای اولیامون با هم فرق داره؟ مهم نیست تو صورت مشخص نمیشه. داداش برو دیگه الان معلمه میاد دیگه بابا برو. یه دقیقه وایس الان خودکار بهت میدم دیگه. برو دیگه بابا. سریع امضا کن بریم. آقا سریع ها بچه‌ها سریع. بچه‌ها ایشالله که رضایتنامه آوردین. بله. پاشین بریم سمت اتوبوس. چند داداش. بله آقا همین اردو رو می‌خوایم همین.